ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 57. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. شاعر، حکیم و ریاضیدانی برجسته عمر خیام از چهره‌های تابناکی عهد سلجوقیان بوده سنت‌های علمی و ادبی زمان سامانیان را در عصر خود ادامه داده است. کشفیات مهمی علمی ریاضیات که در دوره او در جهان اسلام پدید آمده بود با نام وی سخت پیوست است. بعضی عالمان غرب از جمله جورج سرتان حتی مایلند که زمان زندگی و فعالیت او را عصر عمر خیام نامند. خیام در شاعری دستی توانا، سخنانی صاف و ساده و زبانی روشن و قوی دارد. رباعیات سروده او تا به امروز سرمشق شاعران است و معیار و درجه کمال این ژانر به حساب می رود. این شهرت به حدی است که مقام علمی او را سایه افکنده است. از این بزرگ مرد 9 رساله در علوم ریاضیات و فلسفه باقی مانده است که 7 تای آن به زبان عربی و تنها 2 تای آن در علم کلیات وجود و رساله تاریخی نوروزنامه به زبان مادری مؤلف یعنی زبان تاجیکی نگاشته شده است. او در حکمت خود را شاگرد ابن سینا می داند و با خواهش دوستان الخطبة الغراء وی را از عربی ترجمه کرده است. خوشبختانه این 3 اثر دسترس می باشند و برای شناخت و تحلیل زبانی هم آثار مستقل و هم زبان ترجمه اش برای متخصصان شرایط فراهم است. هنگامی که کس و مطالعه آثار تاجیکی او می پردازد گمان می کند که با 2 خیام سر و کار دارد.
یکی خیامی شاعر که در رباعیاتش کلمه ها را به رقص می درآورد و لغت‌های نابی فارسی دری را استادانه به کار برده زبان شعرش را سهلی ممتنع می سازد و دیگر خیامی عالم است که غرق در دریای تفکر در جستجوی راه حل مسئله های ریاضی و فلسفی بوده مثل استادش ابن سینا و پیروان مکتب او به کار لغت سازی و اصطلاح آفرینی مخصوص مشغول نشده است. لغت و اصطلاحات را که او در رساله های فلسفی خود به کار برده است در زبان دانشنامه ابن سینا مشاهده می شوند، مانند جوهر، نام، قسمت پذیر، عقل، نفس، کمیت، کیفیت، پسندیده، حیاتی، نیستی، جایگاه، همگوهران، ناپایداری، نامی و امثال آن. اما به عقیده دکتر سلیمانوف اسلوب نگارش خیام ساده تر و به زبان تاجیکی نزدیکتر است و از اسلوب ترجمه اصطلاحات فلسفی عربی این دو دانشمند نیز کمی تفاوت دارند. ولی به طور کلی زبان آثار علمی از جمله رساله های فلسفی او متمایل به عربی است و لغت و اصطلاحات آثار فلسفیش مطابق به رویه عربی سازی زبان علم می باشد که در دوره او قوت می گرفت و این هر عقلی را نفس به ایزایی در برابر اوست، زیرا که عقلی بی نفس نباشد و نفسی بی عقل و این عقول و نفوس چنان که مدبرانند افلاک را و محرکانند هر یکی جرم فلک خیش را. نوع نفس است محرک بر سبیل فاعلی و نوع عقل است محرک بر طریق معشوقی، از این جهت که عقل برتر بر رطوبت مرتبه از نفس است و شریفتر از نفس است، بدان سبب که به واجب الوجود نزدیکتر است. سلجوقیان عراق نیز در رواج و رونق زبان و ادب ما سهمی سزاوار دارند و خصوص زمان حکمرانی سلطان سنجر دوره اوج زبان و ادب تاجیکی فارسی در تاریخ دولتداری سلجوقیان محسوب می شود. این حاکم سلجوقی دربار خود را به محفل شعر و ادب تاجیکی مبدل کرده بود. شاعران معروف امیر مویزی، ادیب صابری ترمیزی، انوری و ابوالواسی جبلی اهل دربار او بودند. پیکیش خوارزمشاه به عراق عجم حمله آورد و آخرین پادشاه سلجوقیان عراق طغرل سیوم را کشته به این شاخه دولتداری خاتمه گذاشت. محمد ابن عبدالملیک مویزی نیشاپوری تخمیناً سالهای 1046 49 1124 46 از شاعران معروف و استادان بزرگ زبان و ادب ما در عهد سلطان سنجر است. پدرش عبدالملیک برهانی شاعری دربار الپ ارسان و خود او در ابتدا شاعری دربار ملک شاه بوده در این دربار مقام و مرتبه بلند داشت.
پس از وفات ملکشاه مدتی در هرات و نیشاپور و اصفهان زندگی کرد و بعدی به تخت نشستن سلطان سنجر به دربار او به مرو رفته در خدمت او کمر بست و عاقبت به دست همین سلطان به هلاکت رسید. به این معنی که روزی در شکارگاه تیری از کمان به امر تصادف رها کرده سلطان سنجر به وی رسید و او را هلاک کرد. مویزی در رشد و تحول غزل تاجیکی فارسی سهمی نظررس دارد. زبان افاده شعرش ساده و روان و بی تکلف است، ولی در بعضی سروده هایش جا جا کلمه های عربی که بیشتر در معلقات عربی یعنی سروده های تا اسلامی 7 شاعری معروف عرب استفاده فراوان دارند، ربع، اطلال و غیره به مشاهده می رسند. این مطلب دلیل آن است که مویزی به مثل منوچهری دامغانی داننده خوبی ادبیات تا اسلامی عرب است و تا جای تأثیر این ادبیات یعنی تصویر اطلال و دمن، مکان و منزل معشوقه و غیره در عین زمان با آب و رنگ خاص از سروده های مویزی به نظر می رسد. ای ساربان منزل مکن جز در دیاری یاری من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. ربع از دلم پرخون کنم، خاکی دمن گلگون کنم، اطلال را جیهون کنم از آب چشمی خیشتن. از روی یاری خرگهی ایوان همی بینم تهی، و از قد آن سروی سهی خالی همی بینم چمن. آنجا کی بود آن دلستان با دوستان در بوستان، شد گرگ و بهرا مکان، شد کوف و کرگس را وطن. آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا، جایی شجر گیرد گیا جایی طرب گیرد شجن. در بیت‌های ذکر گردیده به استثنای کلمه های عربی ربع یعنی ربع منزل جای زیستی موقت است، اطلال تلو تیپه، شجر درخت، شجن غم و اندوه، و کلمه های فارسی مروا فاری نیک و مرغوا فاری بد دیگر کلمه های باقی مانده برای خواننده امروز نیز فهمایند. یکی از شاعران و سخنوران دیگری بزرگی این عهد که جان خود را به بهای جان سلطان سنجری سلجوقی از دست داد، ادیب صابری ترمیزی است.
ادیب صابر 1078 79 1143 47 اصلا از ترمیز بوده. بر ضمن شاعری دیگر عملی مسئولی درباری هم داشت که از جانب سلطان سنجر برسولی نزد آتسیز خوارزمشاه فرستادن او این گفته را تأیید می کند. می گویند که هنگامی برسولی در خوارزم قرار داشتن ادیب صابر، آتسیز 2 نفر را فرموده بود و شیوه فداییان اسماعیلی که یکی از آنها نظام الملک را به هلاکت رساند، سلطان سنجر را نیز بکشند. ولی ادیب صابر از این سوی قصد آگاه گشته در این خصوص پنهانی به سلطان سنجر خبر می دهد. آتسیز از این عمل ادیب صابر واقف گردیده به نوکرانش دستور می دهد که برگردن ادیب صابر سنگ بسته او را در دریای آمو غرق کنند. ادیب صابر ترمیزی علاوه بر قصیده های مدحی، غزل های لطیف و زیبای زیاد سروده است. سادگی زبان، نازک اندیشی و نازک بیانی ادیب صابر تا جایی است که انوری در یک شعرش مقام و منزلت سخن او را برتر از سخن خود و سنایی دانسته و این معنی چنین اشاره کرده است: چون سنایی هستم آخر، گر نه همچون صابرم. بیت های زیرین از یک غزل عاشقانه ادیب صابر دلیل این مدعاست. بتی سرو قدی و سروی سمنبر، نگاری سخنگو و ماهی سخنور. قد و عارضی توست شمشاد و لاله، لب و بوسه توست یاقوت و شکر. من از پای تا سر ز عشقم مرکب، تو از پای تا سر ز حسنی مصور. هوا گردد از عکس رویت منقش، زمین گردد از بوی زلفت معطر. در نیمه دوم عصر 12 اشعار انوری ابیوردی 1126 1187 91 شهرتی بی اندازه پیدا کرد و از جوانی به دربار سلطان سنجر پیوست و تقریباً به مدتی 30 سال از نزدیکان این پادشاهی سلجوقی بود. انوری زبان شعر خود را به زبان گفتگوی مردمی زمانش نزدیک ساخت و به این راه در شعر دری دیگرگونی جدی پدید آورده مکتبی نوی را ابتدا گذاشت. وی همچنین از شاعران وطنخواه خراسان است که از ویرانی وطنی محبوبش به دستی ترکان غوز به فغان آمده از
حاکم سمرقند بر رفع ترکان غوز امداد جسته است. این واقعیت از نامه منظوم زیرین او به سمرقند به مشاهده می رسد. بر سمرقند اگر بگذری ای بادی سحر، نامه اهل خراسان ببری خاقان بر. نامه مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه مقطع آن درد دل و سوز جگر. نامه بر رقمش آهی غریبان پیدا، نامه در شکنش خون شهیدان مزمر. کارها بسته شده بی شک در وقت و کنون، وقتی آن است که راند سوی ایران لشکر. باز خواهد ز غزان کینه که واجب باشد، خواستن کینی پدر بر پسری خوب سیر. به خدایی که بیاراست به نامت دینار، به خدایی که برافراخت به فرقت افسر. که کنی فارغ و آسوده دلی خلق خدای، زین فرو مایه غوزی شوم پی غارتگر. عبارت آرایی عادی ولی زیبا و خوشندام از قبیل بادی سحر. نامه اهل خراسان رنج تن آفت جان، درد دل سوز جگر. آه غریبان خون شهیدان پسری خوب سیر. غوزی شومپی غارتگر و غیره که بیشتری آنها تا به امروز در گفتگوی مقرری ما استفاده می شوند، یکی از مخصوصیت های سروده های انوری ابیوردی است. عبدالواسی جبلی غرچستانی وفاتش 1160 نیز از شاعران خوش سلیقه این عهد است که برای نزدیک آوردن شعر تاجیکی به زبان گفتگوی مردم سهمی نظر رس دارد. در عین زمان به اندیشه محققان در شعرش زیورهای لفظی و معنایی کم نیستند. محمد اوفی بخارایی در لباب الالباب او را بسیار تعریف و توصیف نموده کسی را در فضیلت و فصاحت هم پایه او نمی بیند. خودی او نیز در یک شعرش که چند بیت آن در پایان آورده می شود فضیلت‌های خود را یک یک شمرده در نظم و نثر دستی رسا داشتن و به مثل ناصر خسرو بر پای جاهلان نپراکندن گوهر شعر فارسی را تأکید کرده است. عالیست همتم
به همه وقت چون فلک، صافیست نسبتم به همه حال چون هوا. بر همتی من است سخنهای من دلیل، بر نسبتی من است هنرهای من گوا. هرگیز ندیده و نشنیده کس ز من، کرداری ناستوده و گفتاری ناروا. در پای جاهلان نپراگندم گهر، و از دست ناکسان نپذیرفتم عطا. این فخر بس مرا که ندیده است هیچ کس، در نثر من مذمت و در نظم من هجا. زبان تاجیکی در دوره سلجوقیان به خصوص از اولهای عصر 11 میلادی سر کرده تدریجاً از شرق ایران و شهرهای مرکزی و نواحی غرب ایران گسترش پیدا کرد. نخستین شهرهای و ناحیه هایی که زبان ما در آنها رواجی بیشتر پیدا کرد شهر و ناحیه های گرگان و قمیس و ری بودند. در گرگان تا گسترش زبان فارسی دری، لهجه نزدیک به لهجه تبری، و در قمیس لهجه بین لهجه خراسان و لهجه گرگان استفاده می گردید. در قمیس نخستین شاعری که به زبان دری شعر سرود منوچهری دامغانی بود. در ری هم شاعران به تقلید از شاعران خراسان و ماوراء النهر به شعر نوشتن مشغول شدند. در همین زمان در دربار حاکمان آذربایجان اسدی طوسی شاعر، مؤلف فرهنگ معروف لغت فارس و قطران تبریزی کار و زندگی می کردند. شایسته ذکر است که در این روزگار در منطقه آذربایجان که در آنجا لهجه آذری رواج داشت، زبان و ادب تاجیکی فارسی دری گسترش بیشتر پیدا کرد. ناگفته نماند که لهجه آذری نیز از لهجه های قدیم ایرانی بود، ولی متاسفانه بر اثر ترکتازی ایام از بین رفت و نام آن در لهجه از زبان ترکی باقی ماند. نخستین شاعری که در این منطقه با زبان دری و سبک شاعران عهد سامانی شعر سرود قطران تبریزی بود. شما گفتار 57 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.